شهرت سعیدوف ساکنی دهه لاله‌زار وخش میخواست تا زمستان امسال بام خانه نیم ساخته‌اش را بپوشد، ولی کارش در مسکو آمد نکرد. مبلغ کافی به دست نآورد و بالای سوختن نمکاب او را 2 ماه پیش از روسیه راندند. خیلی رفتم یک سال چند گشتیم امیر بین قوالات راست کنیم ولی یک خونه گشت بالا شد دان در ترزاش نیست کودکو در خونه مردم نمیتونی کار کرده گشت دیگه چیکار میکنم؟ حالا شهرت نگران است که برف و باران دیوار خانه‌اش را میشوید و 40,000 سامانی به سختی به دست آورده‌اش تلف می شود. وی در زادگاهش کار یافتن نمیتواند که خانه اجاره گیرد. شهرت در اداره شغل اهالی 2 ماه پیش خود را چون بیکار ثبت نام کرد، ولی کاری موافق نیافته است. مثل شهرت ده‌ها مهاجران دیگر اخراج شده برای دریافت حق ورود دوباره ساعتها در این اتاق کاری وکالتدار حقوق انسان می نشینند تا راه قانونی بازگشت را پیدا کنند. نوریدین ساکنی 31 ساله ختلان 2 ساله اخیر به روسیه می رفت، ولی بار آخر او را اخراج کردند و 3 سال حق بازگشت به روسیه را ندارد. یگان مشکلی نداشتم، همش سازه همش ساعت بود. یکی همین آمدن محکم کرد این 3 ساله کنم جایی. یک کاری که چیز نیست تعیین نیست رفتن در گذشتن. مشکلی که از نام فیض محکم. به فرق از شهرت و نوریدین، ظهوربیگ یک مهاجر دیگر اخراج شده میگوید از سرگردانی و کشمکش ها بیزار شد و فروشگاه باز کرد. هرچند درآمد ناچیز هم بگیرد، ولی میگوید در وطن جای کار دارد. شما رفتیم اصول میکرده که دکمه فیرما میکرد حوزی خرید میکنی پاتین قیمش دیگه ولی کاکای توغوری نمیگیره بخوی به ارزی کار نمیشه برای دیگه نمیاد اجا کار که خوب میاد چیکار کنیم. تنها در 9 ماه امسال به وکالتدار حقوق انسان در ختلان 900 مهاجر که اخراج و یا دپارت شده‌اند مراجعت کردند و خواستار پیدا کردن حق ورود دوباره گردیدند. اگر شده راه اینا محکم باشد، حاضر بعضی کمبودی‌ها نشون داده ایستادند که اگر مهاجرانی که در فدراسیون روسیه اویلادور باشند در اونجا و فرزنددار باشند ریاست مهاجرات ولایت قرنطفان کوشش میکند که به اینا کمک رساند تا اونی که اینا اگر شده محکم باشند برگشته روند. از اول سال تقریباً 5,500 ساکنین ولایت ختلان از روسیه اخراج شدند و بسیاری از آنها دنبال پیدا کردن جای کار هستند و یا در جستجوی راه بازگشت به روسیه.